یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم دارم دوستان عزیز، که میرین مدرک زبان رو شاید از جای تهیه میکنین یا مدرک های زبانتون خیلی قدیمی میشه و بعدا شما میگین که کل زبان آلمانی یادمون رفت و اون وقت اپلای میکنین برای پاسپورت آلمانی. به این حتما دقت بکنین که روزی که شما مدارکتون رو تحویل میدین، خب اون طرف متوجه میشه موقعی که اون طرف میگه که عکس پاسپورت بهم بده یا این مدرک تو بده و یا نمیدونم اثر انگشت دست راست تو بده و شما راست و چپ هم حتی نمیتونین از هم دیگه تشخیص بدین، خب اون طرف متوجه میشه که این مدرک به عینس شما یه مشکلی در واقعیت میتونه داشته باشه و همونجا به شما میگن که اوکی، مدرک زبان شما باطله یا شما باید یه مدرک زبان جدید برای ما بیارین، یا اینکه برای شما یه وقتی میذارن برای تست گرفتن از شما و اون تست در واقعیت واقعا میتونه سخت باشه، به خاطر اینکه یا به شما یه مقاله میدن میگن که این مقاله رو بخون و بر ما توضیح بده که راجع به چه چیزی هست، یا اینکه از شما میتونن راجع به روزمره سوالهای مختلفی بکنن و اینجا دیگه وکیل نمیتونه به شما کمک بکنه که بگن که بله این یه روزی من زبان آلمانیم در حد B1 بوده و الان که دارم اپلای میکنم واقعا هیچ چیزی دیگه بلد نیستم. به خاطر همین حتما برای اون روز خودتون رو در حدی آماده بکنین که واقعا این قضیه برای خودتونم بد تموم نشه.